ضبط شهر سمرقند از جانب مغولان استیلاگر. ماه مارت سال 1220 پس از ضبط بخارا، مغول‌ها راهی شهر سمرقند گردیدند. در سمرقند مبارزان نسبت به بخارا خیلی زیاد بودند. مورخان همان دور میگویند که اگر قوه بزرگی در سمرقند بوده درست جا به جا گذاری کرده میشد، سمرقندیان چندین سال می توانستند بر ضد مغولان استیلاگر مقاومت کنند، اما این چنین نشد. سمرقندیان بر سپاه مغول پی در پی ضربه های هلاکت آور می زدند. اعیان اشراف سمرقند ترسیدند و در نهایت در را بر روی مغول‌ها خیانتکارانه باز کردند. مغولان چون مور و ملخ به شهر وارد گردیدند. مدافعچیان در مسجد و قلعه پناه بردند و مقاومت کردند. همانا قوه‌ها نابرابر. قریب 60,000 نفر هنرمند به خدمت چنگیزخان گذاشتند. از 4/3 حصه اهالی شهر قتل عام گردید. به این حادثه محمد خوارزمشاه یگان چاره نااندیشیده به ایران فرار کرده در یکی از جزیره های بحر کاسپی وفات کرد.